امیرعلی جان، امیرعلی، آقایون حسن این صدا کن. امیرعلی میشنوه ها ولی واکنش نداره. من اوتیسم به این میگن دیگه، اوتیسم. امیرعلی میاره سواد نداره، تکلم نداره. یعنی ما اگه یه کتاب دیگه ای رو باز بکنیم بگم اینجا رو بخون نمیتونه؟ نه فقط قرآن. تکلم نداره دیگه، نمیتونه بخونه، فقط قرآن. خب من برای اینکه این راستی آزمایی دقیق باشه حسن جان، حامد جان رو دعوت میکنم بیان بالا. بفرمایید دوربین ما هم بیاد بالا. بفرمایید رفقای ما بیان برای تصویر گرفتن. بفرمایید تصویر رو برای اینکه همه ببینن ما روی این وال روبروتون آفرین نمایش میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه. درسته، تشویق کنید. حالا تشویق کنید. حامد حامد آقای موسیزاده قرآن دستتون باشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية. الله حیرت انگیزه. الله اکبر، حیرت انگیزه. حیرت انگیزه. الله اکبر، الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر ولله الحمد. بریم بس رو پخش کنیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. آقا حرف بزنید. چی بگم؟ دارین میبینین دیگه، نه سواد داره نه تکلم داره، فقط میشنوه و نشون میده. همین دقیق دست آخه چجوری چیزی به گوشش میرسه؟ چیه؟ بخسته امیرعلی الله اکبر. چی میشه؟ چیزی تو گوشش کسی میخونه؟ نه آقا هیچ. نه شما خب باید جایی تست بردین سریع هم پیدا میکنه. بله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. اکبر. الله اکبر. امیرعلی سواد نداره، امیرعلی اوتیسم داره، تکلم نداره، معلوله و فقط با شنیدن صدای قرآن رو باز میکنه و اون نقطه رو نشون میده. پروردگار تو درباره بنده اش زکریاست. آنگاه که زکریا پروردگارش را آهسته ندا کرد گفت پروردگارا من استخوانم سست گردیده. آورد آیاتو. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الله اکبر. الله. به نام خداوند رحمتگر نیکبان. چون یاری خدا و پیروزی فرا رسد
و ببینی که مردم دست دسته در دین خدا درآیند، پس به ستایش پروردگارت نیایشگر باش و از او آمرزش خواه که وی همواره توبه پذیر است. الله اکبر. الله 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 الله. تبارک الله احسن الخالقین. سوره نصر بود. بله خدا من تلویزیون اگه میدیدم، تو برنامه محفل میدیدم، باور نمیکردم اگه اینجا تا اینکه خودت اینجایی و داری. باور کن منم باور نمیکردم. من هنوزم باور نمیکنم. یکی دیگه بریم بچه‌ها، یه ترجمه دیگه بریم. خداوند ترجمه بریم دوستان. به نام خداوند رحمتگر مهربان. آسمین با خدای نیرومند حکیم به سوی تو، خدای نیرومند حکیم به سوی تو. الله الله. سوره شورا. الله اکبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. یا الله. هر کس به معجزه باور نداره و ایمان نداره، معجزه الان روبروشه، ببینه معجزه رو ببینه. اونایی که میگن از وقتی دوربین اختراع شده دیگه هیچ معجزه‌ای نیست، الان با دوربین دارن میبینن. دیگه اینجا کل ملت نشسته دیگه. ماشاءالله امیر. اینا که دیگه هستن باید ببینن دیگه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. آسد جلال بشین. آسد جلال قرآنتو ببند جلوی دوربین ما قرآنتو ببند. بچه ها دوربین آسد جلالو میگیرن. بده یکی از حضار پشت سرت قرآنتو باز کن. نه ببند قرآنو. ببند حاج آقا، باز کنین قرآنو. باز کنین. بخون آسد جلال. بدین به آسد جلال. آیه اول صفحه رو بخون. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. الله اکبر. 141 142. دوربین ببین. حامد الان حافظ کل دیگه. اگه آره بخوام تا بخواد پیدا کنه حامد که میبینه 20 ثانیه زمان میبره. اون 2 ثانیه پیدا میکنه. الله اکبر. دخترم بگیر قرآنو. یه جا رو باز کن. بگیر بالا. نه ببند قرآنو. ببند بگیر بالا. بلند شو بیست. قرآنو باز کن. بخون آسد جلال اونجایی که باز کرد. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا. الله. صفحه 431 432. الله 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 الله. دوربین نگاه کن. نه تنها دوربین، ایران نگاه کن. نه تنها ایران، تمام دنیا ایران کن. نگاه کن. نه تنها کل دنیا، فرشته ها، ملائک، شما نگاه کنید. فتبارک الله احسن الخالقین. میشه منم یه امتحان بکنم؟ بله بفرمایید. شما باز میکنید. بیستین خانم بیستین. قرآنو بالا بگیرین که دوربین ما ببینه. الله. وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. الله 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 اکبر. الله. صفحه رو به صفحه 323. صفحه 323 ببینیم. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. حاج احمد بیا این طرف. بده من باز میکنم میدم شما. بدم بیشتر از این. مثلا میگم اینجوری. اشکال نداره.
همونجا باشه دخترم شما این قرآن رو بالا بگیر، رو به دوربین باز کن. اگه چیز باشه تو بده گوشی باشه باشه کسی بهت بگه نمی‌تونی. حاج احمد بخون. نمیتونه اصلا با این سرعت. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. الله 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 الله. صفحه رو بگو حاج احمد، صفحه رو بگو. 454 این صفحه 453 454 الله. صفحه‌ایه که امیرعلی باز کرد. الله. شما هم بلند ها کن. دیگه تست بیشتر از نه این به نظرم دیگه من نفسم بند اومد. من نفسم بند اومد. یک کلمه هم نمیتونه بگه، هیچی نمیگه. هیچ نه حرف میزنه نه هیچی نه صحبت. کارای شخصیشو میگن اصلا نمیتونه انجام بده. می‌خواستم بپرسم کارهای شخصیشو چه جوری انجام میدین؟ آقا بردن همون که قبلا کوچیک بود مادرش میبرد، الانم که دیگه ما اولش رو من انجام میدم، برم همون میارم. دستشویی میخواد هم بره. بخواد بره من باید برم، بیاره مامانش باید بره خب بیاره. نشانه دستشویی رفتن چیزی حرف فقط دستش جلو اشاره میکنه میگه من میخوام برم دستشویی. آره همین. خوابش میاد یا گرسنه نشه چی؟ گرسنه نشه خودش در یخچال باز میکنه، باز میذاره که ما بفهمیم گرسنه. زیر سفری رو بغل میکنه بریم داره میاره این بریم. خسته از خوابش میاد دیگه اونجا دراز میشه خودش استراحت میکنه فقط. آره کسی با اشاره. الله 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 الله. آقای قاسمیان چی می‌خواستین بفرمایید؟ اولا از خدا که بعید نیست، یعنی قدرت خدا همه چیز آیاته، ولی برخی وقتا خدا یه آیاتی رو میکنه، یه حجتهایی رو میکنه که دیگه حجت رو تمام بکنه دیگه، یعنی بگه که چی میخواستی دیگه، برای اینکه باور بکنی. ایشون یه معجزه است. الان معجزه یه حرف محال نیست، یک خارق عادته و ایشون واقعا همه عادات ذهنی ما رو از بین برده. البته واقعا یه چیزی حالا باید یه خورده بیشتر بتونم با امیرعلی، دستشو که اینجوری میکنه به اینا میگن شهود یداوی، اصطلاحاً شهود یداوی داره. برای همین دستشو اینجوری میکنه، بعد دستش هم رو قرآن میکشه. ما حتی داریم که میخواید قرآن بخونید خط ببرید، یعنی دستتون رو قرآن بکشید برای اینکه شهود یداوی هم پیدا میکنید. حالا حجت خداست، این شهود یداوی هم خدا بهش داده دیگه. چی بگم؟ چی بگم مثلا؟ چی باید بگم مثلا؟ من برام عجیبه واقعا. آقای موسی‌زاده جان عزیز. امیرعلی 13 سالشه درسته؟ بله، 13. چند سال شما این ماجرا رو متوجه شدی؟ 8 سالگی یا 9 سالگی متوجه 9 سالگی. من دوست دارم مادرم صحبت بکنه. بذاری میکروفون بیارم. امیرعلی امیرعلی ولی از اونجا قرآن میخونی میشنم آفرین. و صفحه‌شو میاره دست میذاره رو آیه. یعنی چی؟ منم با نظر شما موافقم که این حافظ نیست. یک اتفاق دیگری داره میفته، داره شهود میکنه. بله. و یعنی که اصلا کسی انگار آیه- ترجمه رو بدونه، ترجمه رو بشنوه، چیزو بشنوه، صدای ما رو نشنوه، قرآن رو بشنوه. بشنوه. ای والله. الله اکبر. نه این تو خونه حجت تلویزیون خداست. این حجت خداست، همین تمام. تلویزیون ما روشن میکنیم میزنیم آقا مثلا برنامه‌ریزی نگاه کنیم، کنترل رو برمی‌داره زای شبکه قرآن. هم من هم مامانش هم خواهرش که به این کوچکی درکش میکنه، واقعا درکش میکنه. تا قرآن نگاه میکنه یه دیگه میره دنبال درس و مشقش. امیر علی سلام. جواب سلام نمیدم، فقط قرآن. مادر بگیری میکروفون بالا یه سلام علیکم شما بکنید.